در رمان برادران کارامازوف، یکی از شاهکارهای داستایوفسکی، یک مکالمه بین دو برادر به نام های ایوان و آلیوشا اتفاق میفته که این در بخش شورش که در مورد وجود خداوند، اینکه آیا خداوند وجود داره، آیا این رنجی که انسان از زندگی کردن روی کره زمین با اتفاقاتی که میفته، جنگ، وحشیگری ها، غارت، خونریزی هایی که اتفاق میفته قابل توجیهه؟ آیا زنی که سالها داره با ناباروری دست و پنجه نرم میکنه، هزینه میکنه، خرج میکنه، آرزوی داشتن یک بچه رو داره ولی این اتفاق براش نمیفته و 1001 ناکامی دیگه، آیا قابل توجیهه؟ حتی اگر وعده‌ای که خداوند به انسان داده شده باشه حقیقت باشه، یعنی در پایان کار اجری عظیم برای این صبر در نظر گرفته شده باشه، آیا باز قابل توجیهه؟ من قبل از اینکه نظر خودم رو راجبش بگم و صحبت بکنم، میخوام قسمتی از این کتاب و مکالمه این دوتا برادر رو بخونم، بعد بریم حالا راجبش صحبت بکنیم. اونجایی که ایوان به آلیوشا میگه رنج شفا مییابد و جبران میشود و همگی پوچی های خفتبار آدمی مانند سرابی رقت انگیز محو میشود و در پایان دنیا، در لحظه هماهنگی ابدی که برای حالا مسلمان ها مثلا قیامت یا اون لحظه حساب، چیزی چنان عزیز تحقق می‌یابد که تکافو می‌کند یعنی کافی میشه، برابری میکنه برای همه دلها و برای آرامش بخشیدن به تمام آزردگی‌ها، برای نگاره کل جنایات بشر و خونهای ریخته شده به دست بشر و همه به سر آمده های آدمیان را توجیه میکند. اما نخواهمش پذیرفت. در واقع داره بلیتو پس میده، میگه که داره یه ایوان، اون برادر بزرگتر، داره یه تصویری رو از هماهنگی نهایی در پایان جهان نقل میکنه و حرف از نوعی آشتی و نظم ابدی میزنه و میگه درسته که ما در این جهان رنج میکشیم و اما در پایان حقیقتی عظیم آشکار میشه که همه این دردها و اشکار رو توجیه میکنه، اما بلا فاصله پشتش میگه اما نخواهمش پذیرفت. این برای من قابل توجیه نیست، حتی اگر عدالت بیاد برقرار بشه. در واقع داره یه جورایی بلیت این جهان رو پس میده، اون بلیت عدالت رو که بهش وعده داده شده رو داره پس میده. میگه یعنی حتی اگر عدالت برقرار هم بشه، من این جهان رو نمیخوام، من این بلیت رو نمیخوام، چرا که نمیتونه رنج کودکان بیگناه رو، اون خونهای ریخته شده، اون جنایات بشر رو در انتها با وعده عدالت آینده بپذیره و مدام از خودش میپرسه که آیا حتی اگر این عدالت در پایان جهان برقرار بشه آیا این کافیه؟ و این جمله زیبایی که میگه آیا میشه اشک یک کودک رو با وعده ابدیت جبران کرد؟ و اینجا در واقع اونجایی هستش که من میخوام خطاب به تمام کسانی که دارن هر رنجی رو تجربه میکنن، اگر رنج ناباروریه، اگر رنجی مثل سوگ هستش که سوگ خب خودش یک رنج خیلی زیاده، برای من معنا از همینجا شکل گرفت و اتفاق افتاد در پاسخ به این سوالات که من واگویی هایی بوده که خودم همیشه داشتم و فکر میکنم هر انسانی اینها رو اگر دغدغه‌مند باشه بارها از خودش پرسیده آیا خداوند وجود داره؟ آیا اگر وجود داره سکوت کرده؟ یه چیزی که ما ایرانی ها خیلی خدا چرا انقدر دیرگیره، یا اینکه خیلی شنیدیم خدا دیرگیره ولی سختگیره. آیا واقعا یه همچین چیزایی هستش؟ آیا عدالت واقعا فقط یک وعده است یا یک روزی تحقق پیدا میکنه؟ اینجا هدف مشخص میشه، یعنی در واقع از پاسخ به این سوال ها هستش که هدف تعیین میشه، هدف مشخص میشه که هدف ما از این به دنیا اومدن چیه، از کجا اومدیم، به کجا میخوایم بریم. فکر میکنم در نظر شخصی من ما دو تا انتخاب بیشتر نداریم در دنیایی که حتی اگر بی‌عدالتی باشه آخرش، یعنی تمام این وعده ها هم دروغ باشه، دو تا انتخاب داریم. یا میتونیم جهانی رو بسازیم که توش انسانیت موج میزنه
همه چیز بر اساس حساب کتابه، توش انسانیت هستش و توی چنین جهانی زندگی بکن. یا اگر که انسانیت وجود نداره شکایت هم نباید بکنیم، یعنی شاکی نباید باشیم. به نظر من حتی اگر عدالت تحقق پیدا نکنه، وظیفه انسان این هستش که جهانی رو برای خودش بسازه که توش قانون انسانی وجود داشته باشه، توش خوبی وجود داشته باشه. این خیلی زیباتره، این که حتی اگر وعده آینده پوچ هستش، ما در جهانی زندگی بکنیم که توش انسانیت وجود داشته باشه. این نظر منه. و اینکه شاید معنایی که ما این روزها دنبالش هستیم همینه، انسانیت. بعدش خب کاری نداشته باشیم. اینکه با وجود همه سختی ها و مشکلات انتخاب شخصی ما این باشه که انسان باشیم، حتی در دل رنج ها، بی‌عدالتی ها، برای بهتر شدن دنیا و برای ساختن دنیایی که در اون نظم و دلرحمی و شفقت بهترین چیزه و میتونه دنیا رو زیباتر بکنه وقتی وجود داشته باشه. این همون معنای اگزیستانسیالیستی هستش و اینکه انتخاب بکنیم که بهتر باشیم، انتخاب برای انسان موندن و جهانی که ممکنه حتی همیشه سخت و بیرحم باشه، حتی ممکنه توش بی‌عدالتی جریان داشته باشه. فعلا در جایگاهی نیستیم که معنی این بی‌عدالتی ها رو و اتفاقاتی که داره میفته رو درک بکنیم، اما انتخاب اولمون انسانیت باشه. تنها چیزی که نباید از دست بدیم انسان باقی موندنه. شما فکرش رو بکنید که حتما تجربه هایی رو داشتید که جاهایی بوده که مهره های اصلی دست شما بوده، بازی دست شما بوده، ولی اینکه انتخاب کردید با وجود اینکه میتونید بیرحم باشید اما بیرحم نباشید و این چه لذتی رو به شما داده و چه آرامشی رو به شما داده. حالا فکر کنید اگر کل جهان پر بشه از این انتخاب، از انتخاب خوب بودن و این وایب، این انرژی در سرتاسر زمین پراکنده بشه، چقدر زیبا میشه. البته همیشه ما انسان‌هایی داریم که انتخابشون بیرحم بودن، انتخابشون داشتن قدرت، اون قدرته که اونها رو ارضا میکنه، استیراب میکنه، ولی چیزی نیستش که همیشگی باشه و خوشحالی بیاره. یعنی هدف از به دنیا اومدن ما داشتن قدرت به هر طریقی و به هر قیمتی نیست. شاید معنایی که این روزا گم کردیم همین باشه. نیچه یه دیدگاه خیلی جالبی داره، میگه که در واقع دیدگاه ابدیت، میگه وقتی از بالا به جهان نگاه میکنی معنی خیلی چیزها رو بهتر میتونی درک بکنی، خیلی از ناکامی ها راحت تر توجیه میشن. اینکه در جهانی که ما میتونیم بیرحم باشیم اما شفقت رو انتخاب بکنیم، انسان بودن رو انتخاب بکنیم، این زیباترین انتخابه و انسان بمونیم حتی وقتی آسان ترین راه انسان نبودنه. حالا شما انتخابتون چیه؟ شما انتخاب میکنید که چطور زندگی بکنید، حتی اگه اون وعده الهی وجود نداشته باشه، حقیقتی وجود نداشته باشه. انتخاب شما چیه؟ انتخاب من که انسان موندنه.